دیگه صبرم تمومه. همه ماشینا رو همین الان بفرستید. چرا صدای رعد و برق میاد؟ همین حالا وقتش، همین حالا. بیدار شو. بابا چی شده بابا؟ خواب بودم. بودو اخبار رو ببین، فقط اخبار رو ببین. خیلی خب باشه ببینم چی شده من میگن اخبار رو بگی. خبر فوری موجودات عجیب غریب به شهر حمله کردن و تا الان 500 کشته دادیم و در خونه خود بمونید و مراقب خود بمانید و تا جایی که میشود اصلا بیرون نرید. ای وای باید برم پاسگاه پلیس. چه اتفاقی اینجا داره میفته؟ سلام، منم پلیسم، بذار بیام تو پاسگاه پلیس. ببخشید ولی نمیتونم اجازه بدم. بابا من هیولا نیستم، من پلیسم. عین شما چرا رفیق پشت سرت یه هیولاه. مراقب. من پلیس هم نگاه کنم و تو تیر بزنی بهدم. او رقابت شکاکو بودن. فکر کنم برای این قول 2 تا تیر کافی نیست. ولی خب بنزینا رو الان میذارم رو ماشین. ای قول، فکر کنم برای کشتنت این کافی باشه. ببخشید رفیق. بالاخره مردش. فکر کنم توی خونه برم بد نباشه. وایسا ببینم. آقا حالتون خوبه؟ اوه سلام، تو یه پلیس هستی؟ این چاقو رفته تو شکم. خب وایسا الان میبرمتون بیمارستان. وایسا ببینم تو احیانا اسمت رابرت نیست؟ چرا ولی شما کجا اینو میدونی؟ من بابای ویلیام هستم، رفیق صمیمیت. اون الان توی ایستگاه پلیس گیر افتاده، لطفا برو نجاتش ولی بده. اول باید شما رو نجات بدین. رو اونو نجات بده، من دیگه دارم میمیرم. سلاممو به ویلیام برسون، ممنون. قول میدم ویلیامو نجات بدم. اوه لعنتی، همه پلیسا مردن. واسه ببینم یه صداهایی میاد. دیگه چی، همین الان میکشمت. زیادی قویه، باید درم. لطفا منو نکش. چرا انقدر شاتگانت گنده است؟ لطفا منو نکش. هی اینجا رو نگاه کن. وایسا ببینم تو کی هستی؟